پریبیوتیک در برابر پروبیوتیک. توی قسمت قبلی گفتم پروبیوتیک ها باکتری هایی هستند که به باکتری های مفید پوست کمک میکنن. پریبیوتیک ها برخلاف پروبیوتیک ها باکتری های زنده نیستن. اینا مواد غذایی مثل اینولین هستند که توسط باکتری های مفید پوست ما مورد استفاده قرار میگیرن، باعث افزایش تکثیر و تقسیمش میشه. منتها باکتری های بد و بیماریزا نمیتونن ازش استفاده کنن و باعث کم شدن جمعیتش میشه. در نهایت هم پروبیوتیک هم پریبیوتیک هدفش افزایش جمعیت باکتری های خوب در برابر باکتری های بد هستش. منتها پروبیوتیک زنده است، پریبیوتیک جاندار نیستش. به نظر شما در محصولات پوستی پروبیوتیک منطقی تره یا